زمین محفل میبره به وطن. چی گفته؟ صدرالدین لگند میمونه. از بس که صدرالدین قدیم پسرش محمود جان سختی بد بازی کردن امریکا یور خریدار شد سلام دوستان عزیز. با کسی بلیت ارزان در کره؟ با یک کسی شاهنوزه زنگ بزنه. ارزان و باوریناک است. مرحمت نمره واتساپ 24 ساعت در خدمت شماست. و حالا اینجا من سعدی را دعوت میکنم همراهی باز یک برادری عزیز و ارجمندی ما که از تاجیکستان آمده است. یک لباسی ورزشی توفا خاطره های همان روزهای سبز و زیبا برای صدرالدین یک خرسک میزنیم. بچه ها بیایید. خوش آمدید میگیم به همه عزیزان همین گروه و در پهلوی من ایستادن یکی از برادران عزیز ما حسن چیلا. خوش آمدید. آرزو جان و هم شهلا تو برنده بلا سرجم شده ما حالا یک خرسک دست و بالا. رحمت فوتبال که تیم منتخب تاجیکستان برای صدرالدین جان از نام فدراسیون جمهوری تاجیکستان از نام بختیار جان و سعدی جان یک خرسک از دل و جان برای فدراسیون جمهوری تاجیکستان که صدرالدین جان را همچنین یک ورزشگری بهترین تاجیک نه تنها ورزشگر هنرمندی مشهور تاجیکی فخر ملت ما می باشد. از بس که صدرالدین قدیم پسرش محمود جان سختی بد بازی کردن امریکا یور خریدار شد ما همه قفاده موندیم. یک خرسک برای صدرالدین و محمود جان مبارک باشد. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش گلفتید عزیز میمونلار. Thank you very much. صدرالدین هم برادر هم دوست هم کورسی عزیزم که وقتی صدرالدین خونهش دعوت میکرد ارمونی را میگیریم میدماغ ما سلوکی شودروان کرامتولو را 4 مصر وازی اگر ممکن باشه بخورم. نه که ایرا صدرالدین نگی با همون لحجه اولی بخورم. اما شاید یه بقیل یوانی کلوبی گرفته بکش. بهارا میشکوفا در نگاه در نگاه پرند گلگشت کجانی من برای جان برای به من اهم آخرش بخونم. بهاری رفتم دیگر نیایم، دیواری رفتم دیگر نیایم، دریغ از تیرهایی خاک خوردم، شکاری رفتم دیگر نیایم. چهار مصرع شعر میگم. نام تاجیک را به هر ملک و دیار با دلیری می نمایی انتشار. پرچم تاجیک بالای سرت پرفشانی میکنند از افتخار. در کجای نباشی پرچم تاجیک بالای سرت صدرالدین لگند میمونه. زنده باشید. یک خرسکی در حیاتون نزده باشه گفت آرزوی سویف. یک خرسکی بلند. صدرالدین جان زنده باشی. فخری بایی اکای رحیم علی خدا ایدی سودا. اکای رحیم علی زنده باشی. ما فخر میکنیم که امروز در توی شما در توی صدرالدین جان دو خدای مهربان اینقدر هنرمندای مشهور یکی از شاعره های مشهور تاجیک اپای شاعره رحیم جان یک خرسک به افتخار شاعره جان بیا اینجا. هم آرزوی
صدرالدین جان مشهوری دنیا گشت، ما همراهش هستیم، میمونیم و فخر میکنیم که صدرالدین جان یکی از انسان‌های خاکسار، یکی از مردان قوی اراده به خودش باور دارن. اکای رحیم علی خودت زیبی محفیلی خداگیتون مبارک شد اکا جان، سربرا باشین. گفت یعنی کلوبیا که خشومه خوب کردومین، زنده باشین. یک قضایی کلوبی شود، آرزوی شاید شبری کلوبه قبول های دختر داماد عروس خوردار می شود، باید یک روز باید داماد خرک کرشه. بگه کو داماد بگه عروس گوش که تایی که من خانه را در آمدم همین تاقیم پیش سرم نماندگی باشه، پوپک شای پیش باشه، بدون که نسترینی من نیسته. عروس کنو بیای تو نگاه من طرف فهمیدم که خانه را می در آمده پوپکی تاقی دای پیش دای نسترینی تنه بدای. وقتی که تو خانه را می دروی نماری من چینگره که کلوبی بستگیه کو دیگه برای من را فرق نداره، پوپکی تاقی دای پیش های پس های مزده رفتن نگیره. زنده باشید شاعران رحیم جان. من از نام عزیزه جان دخترم و دوست عزیزی تو تهنیت میگویم به این روزی مبارک باد، به این روزی که واقعا نیمه خالی منیژه جان پوره شده است. تو آمدی علیه گریه های ناامیدی، فروغ خنده من را به اختیار گرفت. تمام لحظه های آمدنت سلفی شد، شکوه آمدنت را دلم نوار گرفت. محبت مرا به این وطن تو بایستی، نبودی و دلم از این همه دیار گرفت. نرم بهار را نبر که نو شکفته تنم، خزان رفت و ببین دشت را بهار گرفت. زیباد آمدن تو دلم قرار گرفت. آرزو میکنم که کنار همدیگر همیشه با پای همدیگر پنهی شوند. بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ثانیه صدرالدین جان با ما بینیم، مایره جان گواره جنبان و هممان در این مراسم نازنین اشتراک بکنه. صدرالدین جان نرم بهار را نبر که نو شکفته تنم، خزان رفت و ببین دشت را بهار گرفت. محبت مرا به این وطن به اون وطن تو بایستی، برفتی و دلم از این همه دیار گرفت. نرم من توسط این نوار، این لحظه، این فرصت از این تو یک مراد دارم، یک امید دارم. امید دارم که منیژه جان به خانه بخت خودش گسیل بکنه، خوشبختترین خوشبخت ها بشود و بالاخره توی فرزندی من بعده صدرالدین جان در تاجیکستان در طرفخانه پر از پرتقال وطن تو را انتظار است. همه ما تو را انتظار هستیم. صدرالدین جان جایت احساس بشود خیلی خالی است. صدرالدین جان به وطن باید برگردد، ما انتظار هستیم. همه این قلبان بزنیم. ستاره واقعا هم نمادی استراد تاجیکی جایش را هیچ کس گرفته نتوانست. صدرالدین جان مبارک باشد. این روزی فرخنده ای که من فکر میکنم که این روز برای در تاریخ عمر صدرالدین جان باید فوق‌العاده تغییر پذیر باشد. صدرالدین از همین لحظه از همین محفل میبره به وطن. چی گفته؟ شما مبارک باشد. شاعر جان، شاعر من، شاعر ما، شاعر ملت، گر گویمت که سرو چنین نباشد، گر گویمت که ماه در زمین نباشد، آفاق در نورد گرد جهان بگردی، صورت بدین بهشتی در کفر و دین نباشد. قربان بشوم قربان. اینقدر سحر است در چشمان تو، اینقدر زیباست و سامان تو، اینقدر جادو سیکی آموختی، جان خود را میکنم قربان تو. آفرین، تشکر، سلامت باشید. شما دید بگیم اگه عرضی یک تبریک بود است از امریکا، از نام عادل جانکا بوده است. پریمای ایفیر بوده است. من از نام عادل جانکا از شتات‌های متحده امریکا شما را تبریک کرده ایستادم. شهریار جان را تبریک کرده ایستادم. خاندان خداها را، خاندان رحیم علی اکا را تبریک و تهنیت کرده ایستادم. میگه مبارک، خانه آبادی مبارک.
مبارک، شب شادی و فرخنده مبارک. نمی سخنهای تبریکاتی رو حضور گوش میکنیم. مرحمت. خیر خلاصه آنها ما را میبینند میشنوند سپاس بگیرند تبریک بگیرند نوبت باشد. السلام علیکم مهمانان عزیز دوستان بسیار عالی قدر مهمانانی که از تمام گوشه و کنار مملکتمان از همسایه مملکت ها از تمام گوشه و دیار این سرزمین قدم مبارک گذاشتن برای این سر من شخصا نرزالله بچه سیفالله ایلی چای بالا صمیمانه از نام خودم از نام اهلی خانواده‌ام از نام فرزندان صدرالدین جان تو را به روز توی فرزند صمیمانه تبریک میگم باید احساس بسیار بلند فرزند دوام عمر انسان باشد نیروی دل و حلاوت جان باشد مادر چو درختی است در این باغ جهان بگذار که میوه‌اش فراوان باشد فراوانی عمر جگربنده میشمارد از ارگاهی از آن تمنا بکنید منیژه جان خواهرک بسیار نازنین و خوشروحک و دخترک ما صدرالدین جان ما روز تولد شدن و تا به خانه آمدن و تا به این روزی مبارک رسیدنش همراه صدرالدین جانیم و انشالله که در بری صدرالدین جانیم تو را به این روزت به این روزی مبارکت صمیمانه تبریک میگم خواهر جان فرزند نازنین داماد گرامی قدر بختیار و خدا مددگار شما باشد مبارک باشد سلامت باشین نرزلای عبدالله ایلوچابی بالا برای آرزو ایسا برای شعلا یک قسک دست بالا نگهبانتون خدای تعالی اکی آرزو ماشاءالله اکی اپای شعلا یک بار گفتی الان انشاءالله اکی آرزو زنده باشی الو آرزو ایسا بسیار بالا اکی اپای شعلا کره همه انشاءالله سلامت باشی استاد ذکری الله استاد ذکری الله لا 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 استاد ذکری الله زنده باشی سلامت باشی از خانه تنظیم آمده که دومون در بسید التماس خلقه همه ما رو نکفانه توجیکستانی ما اکای شهریار جان اسرارکه که من در امریکا بودن چند سال اکای اسرار مرحمت شما رو تکلیف میکنیم یک سخن تبریکاتی در امریکا در تمام کانادا و اروپا صاحب مکچوا و ابو پولی من بگردونه بودن عمری رو بلما دل تویی مبارک شد توی صدیقیانی عزیز دادری اتش شاگردی عزیز کش مباری من از دانی همه علی اکبر پیش از من شما را تن مبارک باید عمری رو بلما دل تویی
من از همه شما خوش دارم ما همین پولی همین را نگرفتم صددین گبزم برای چی؟ برای که من خودم قربانی صنعتم من صنعتکارم چون من صنعتکار باید که معموز بگیرم این یکون جودا تغریب میگیره نگه صددین وقت رو شبوست کرد ما گفتم که ایلویلم صددین حافظی میشنونارود شما در امریکا در تمامی کانادا و اروپا صاحب ملک شوه و همه پولی منم گردونه بکن آقا داشتید من صدردین جون من خرسندم که شما مرا با سمرکند اگر مرا شما تکلیف نمیکردین این مردم سمرکند مرا تکلیف نمیکنه برای که نمیشنوسن مرا سوز بازی من تاجیکستان ایما در برومیستم در سمرکند ما در درومدنیم نه خبرهای چی ما شما درست میدارم بیشتر چی؟ پرادوسر چی نمونی؟ رومیزیون اینا رومیزیون گدی ای خیلی ای پیشی کنشی کتیبا روزی نمیشید پرینودی دیلم پریاد که این مردک مرا همینجا رکلام هم میکنه اوینده دا توی مبارک شود دوستان عزیز شب ای کلوبای ما حوزی صدردی ما توی درکتر رمدم حوزی ما این طرفی دومات باید بگو برای که نوات باید جمعی اومده بیو این طرفی عروس نگه کیانی باید عروس نباید بگو نگه مردم شهری کلوب ولی سردنوشون کشم بیوشید همه را برای سقیب بگیریم بابا دوشید بابا دوشید بابا دوشید
باشید صدرالدین جانم توی مبارک باشد خدای صدرالدین داماد عزیز که این محترم در توی مبارک باشد توی مبارک صدرالدین همین برادر مرا دوستی مرا شاگرد من داماد حرمت که این چیزا محتاج نیست کلیم در نوبت خودش پدر داماد و مادر داماد حرمت کنم و همین چیزا محتاج نیستم وقتی که بچه شد همین کنه من اون شخص رو فهمیده استم آباد باشه توی مبارک باشد دوستان عزیز میبخشید که ما گفتی رویای این شبرمون نوبت شده گرفتیم توی مبارک پرست ما یک بار سمرقند آمدم بعد 25 سال حقیقتا مدت رو اومدم آقای سنگلی شما یک چیز سال است که نوبت به هیچ کس نمید خوش آمدید با سمرقند یک تقصد کوئی سمرقندی السلام علیکم. سلام علیکم. آقای سعدین عزیز. رحمت شما نازید. سراسیمه یکی جور رفته سیاکا. آقا یک کس بلیتگیری رفتم که بچه‌ها راسیا میرن. در همین هفته گرم. چیکار کنیم زندگی؟ برادر روز همین کار شما را من در همینجا حل میکنم آقا. نه. خیلی آقا. اینه با همین اویا کس شاهنوزه در اومده در واتساپ نویسه آقا کار شما را حل میکنه آقا. با مرا بر وقت بگی چی میکنه؟ تمام نمودی بلیط ها ارزان. شما دوستان عزیز از خانه نبر اومده با واتساپ انمی شاهنوزه نویسته با شما بلیط های ارزان دسترس می‌نماید. راهی سفید. اول درجه عظم خودم گرچنده که دیر کرده باشم دیر روید میگویند و شیر روید دوستی بهترین من صدرالدین جان یاد داری که یکم بار وقتی که من حافظه شدم صدرالدین هموقت با کار و فعالیت من بسیار مرا دستگیری کرده گرچنده که دیر کردم من میخواستم که صدرالدین بینم دل من در جوش بود در راه می آمدم دیگه
از برم میدهم این دم تو رو از جان دعا تا ابد بادم نگهبانت خدا. با شما کمپانی شاهنازه را توصیه میدیم با دل پر به تمام دنیا و باوری بلیت خریداری نمایید. خدمت رسانیشان به سطح بلند است، نرخشان خیلی ارزان است. مرحمت در واتساپشان نویسید. صدر جان از شما خواهش اگر سمده کتابی. تشکر زیاد. بسیار خوشبخت بودم که این روز در کنار ما بوده. بسیار یک روزی فراموش نشونده برای اهل اولیای ما بود و بازم از یکایک شما تشکری میکنم. خداوند همین خرسندی را با خانه های شما را مهمان کنه. زنده باشه رای سفید. منیجر جان رای سفید. یک دعای صدرالدین هست اینجا. اما را سرتی کاسه آب ز حوض کوثر آبروی خانه میروی خوشبار امروز از برم. جان من آباد بادا خانه پشت بختت میروی جان پدر میکنی آباد درگاه دیگر بشکنم در توی تو من آرمان بعد از این نزدم بیایی مهمان پای اندازی تو خورشید سحر شکر آن داره ای نور بصر میدهم این دم تو رو از جان دعا تا ابد بادم نگهبانت خدا. چشمه اقبال من راه سفید دشتی کناره لالا نداره عروسی مارا میبره شایی فیزوره دشتی کناره لالا نداره دشتی کناره لالا نداره عروسی میکنی تو یا بابایا خودم گفتی بیارینم گریفتار بیارینم گریفتار بابایا عروسی میکنی تو یا بابایا از یک روزی غم و شوری گذشت در تلاش
بسیار خوشبخت بودیم. بیا کنارم عمری من میرم یادت نرم جونه در ستاره سو صد دیگر سراخ رخشون بستگی روز چمینو بیدار دوستان عزیز به شما بلیط های ارزان در کار باشد با واتساپ اویاکاس شاهنوزا زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوریناک است. چون که فرصت را از دست ندیم اولین شده رستم نور سراینده ممتاز و نامدار جهان گشته رو دوام میکنم. کجای مرده میکنم تری براتا یا براتای ما شما میگه که شدوان بهرامجون من بهرامجون استراتیجون سرد یادت نرم جونه تو بیرون نشم چشمهایم را ببینم نبینم از زندگی عمر من میرم یادت نرم بهرام جون صدردین رو به نزد من آوردن و من گفتم که من میخواهم صدردین قاری قربان باشه. ارزنده آواتسیا بیاید با قرصک ها 35 سال پیش من مینواختم این میخوند این مینواخت من میخوندم. ای دوست بیا که توی ما باشم زیرا محبت
محققان موسیقی تا به حال هنر صدرالدین را تحقیق نکردند. اگر به کسی ناآیان باشد صدرالدین جان از اون قسمت دینی هم خیلی خوانده است، آگاه است. با شما کمپانی شاهنوزه را توصیه میدیم با دلی پر به تمام دنیا و باوری بلیت خریداری نمایید. خدمت رسانیشان به سطح بلند است، نرخشان خیلی ارزان است. مرحمت در واتساپشان نویسید. این را شما جامعه را پوشانید، بگذار ماهیره این را در سر شوهرش بماند. اولی جناب یک تا کف خوبی ها قرصک بزنید. ارزنده آواتسیه بیایید با قرصک ها. آفرین. قرصک ها کمند در سمرقند همیشه قرصک. یک قرصک آفرین. برک شود. من خاطره هایم چند سال با قفار رفت اینجا این بزم و سور را میدیدم، خرسندی را میدیدم، شادی و نشاط را میدیدم. من هیچ فکر نمی کنم که فرزندی به دنیا آید که باعث رنجش خاندانی کسی دیگر باشد. صدرالدین رو به نزد من آوردن و گفتن که من میخواهم صدرالدین قاری قرآن باشد. اما صدرالدین شب تا روز میگوید که من رو نزد فقط سعید بر من حافظ میشم. و من گفتم بگذار باشد و اگر به کسی ناآیان باشد صدرالدین جان از اون قسمت دینی هم خیلی خوانده است، آگاه است و ما این پهلوی زندگی نامه او را هم میدونیم. در این زندگی هنگامی که پهلوی من قرار داشت من فکر میکردم که یک جوانی بود داخلش پر از آتش و آیسته آیسته چون در پهلوی ما و توی و سور خرسندی های مردم میرفت من فکر میکردم که صدرالدین واقعا یک جهان دیگر دارد و این جهان آیسته آیسته این هنر چون ولقان فردا میکفد، چون ولقان از زیر زمین ترکش میدهد و نهایت فکر کردم که در پیش رهش آب بود و سنگ بود و کوه همه را گذشت صدرالدین و در زندگی در هنر تاجیک امروز مقام و منزلت خیلی بالا دارد. اگر من به هنرمندانی واقعا مشرق زمین صدرالدین را خوشبختانه که اگر در ردیف آنها مانم خطا خواهم کرد، زیرا محققان موسیقی تا به حال هنر صدرالدین را تحقیق نکردند و فکر میکنم فردا میرسد مؤرخان، فردا سالنامه‌نگاران، فردا موسیقی شناسان تاجیک پیدا میشن که دایره هنر صدرالدین به جستجو میدرآیند و واقعا میفهمند که هنر صدرالدین مقام و منزلت خاصه دارد در هنر تاجیک و همون موسیقی معاصری که امروز صدرالدین پیش میبرد و واقعا این یک پاتریوت تاجیک است. نه همه ما میدونیم که صدرالدین واقعا پاتریوت ملت تاجیک است و این برای ملت تاجیک جان میدهد، جان میکند. هر کجا صدای اگر تاجیکان باشد صدرالدین اونجا هم هنرش، هم صدایش، هم خودش اونجا هست. چون من این رو به کمال رسیدم و باید رسیدم میدونم من صدرالدین رو از خوردیش میدونم واقعا صدرالدین یک نفر دلداده مردم تاجیک است. اصلا دلداده هنر است. اون فرقی ندارد که چی ملت از در دنیا برای آنها سرود میخواند، برای آنها میگوید، برای آنها درد میکشد، برای آنها ناله میکند، برای آنها سرود میخواند، برای آنها ساز و سوزش دارد. واقعا صدرالدین یک شخص است که همه ما باید با این گونه جوانمرد باید فخر کنیم. با این گونه جوانمرد باید فخر کنیم. بله و مثل که صدرالدین خودش میگوید در شب پرستاره اسم من را صدا کن، اسم صدرالدین را از تمام گوشه و کنار دنیا امروز صدا میکنند. واقعا نه همه هنرمندان، نه همه سرود، نه همه شخصیت ها شوری انجمن ها میگردند، اما صدرالدین شوری انجمن ها شده. بله آقای فرقت فقط با سخن جان شما خلاص نمیشه. من میخواهم که شما در برابر این سخنان ناب، زلال، صاف، زیبا باز آن آواز مرغله‌دار خود را از حنجره بیرون بکنید تا مردم سمرقند مهمانان دوشنبه کیف کنند. آرزو جان تا اون وقتی که به عقل میدویم به پول میخوندیم، من به عقل شدگیم به پول نمیخوندم بگم
بله امروز مطمئن باشد که یک چیز نمیگیرید. سال بچه میخونیم برای صدرالدین میخونیم. 35 سال پیش من مینواختم این میخون این مینواخت من میخوندم. ای دوست بیا که تویم آباد شود روی توی تو من میکاشم روی پاشتم من گناه میکاشم خاک قدم پری ببار میداشتم اینه با همین اویاکس شاهنوزه در اومده در واتساپ نویسه که کار شما رو حل میکنه که تمام نمودی بلیط ها ارزان. شما دوستان عزیز از خانه نبر اومده با واتساپ انمی شاهنوزه نویسته به شما بلیط های ارزان دسترس مینماید.
ندولم نمیتونم خدا این دوی همین ترسخت همین منیجه همین فرزن نمیشد می با کسی بلیت ارزان در کره با یک کسی شاهنوزه زنگ بزنه ارزان و باوریناک است مرحمت نمره واتساپ 24 ساعت در خدمت شماست اکه از سنجا خوش اومدی سلام علیکم توفا شاگیره که در حیرت دوران اکه ناز بشما السلام علیکم مرحبا بتون بیا جهانگیر جان فروغبک جان بیا همه السلام علیکم مرحبا بتون میشود است کن من میشود است کن مرحبا یه به جای خیلی ما که خماریم باید دستای سری هم گلو تو ما گشتیم ما و شما ندولم نمیتونم خدا این دوی همین ترسخت همین منیجه همین فرزن نمیشد می ای جورا ما فرزن امانت داده که امترا در این دنیا جواب میگوی فرزندی مادر اینو باش خیلی بسی جان آقا مطور یافتی آدم پیافتی اخیر سنگلی یافتی آدم پیافتی عدید اخوشی تو با گندم یکون سمرقندی نمون با هم برا کنش بچه یک دومه که باشه واقعا صدا کرد اینجا نخواه مطبخون خناه کیش؟ نکنی حالی شما را با صبح عمر توی مبارک آنده باشه چه